سلام بینندگان ارجمند، امروز جمعه 22 نوامبر است و این برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی. آن را خبرنگاران رادیو آزادی در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند. حالا به موضوع اساسی این برنامه توجه کنید. واشنگتن تصدیق کرد که از نقشه حمله روسیه به اوکراین با موشک آزمایشی پیشکی آگاه بوده است. در رفع پرتاب موشک روسیه توسط کانال‌های رابطه کاهش تهدیدهای هسته‌ای به آمریکا درباره این تصمیمش خبر داده بود. دزوال بحث برانگیز از بین برده شد. سر از امروز ماشین‌های بارکشی تاجیکستان و ازبکستان می‌توانند بدون محدودیت از حدود دولت‌های همدیگر عبور کنند. 2 میلیون دلار نرخی دوا در سوخت هنرمندان برای کمک در جمع‌آوری مبلغ هنگفتی طبابت طفل 3 ساله کنسرت گذاشتند. مقصدی آمدنی ما این دختره که زیبا یک خواهر عزیز ما تستر صحت شود. صبح امروز در شهر سومی اوکراین در پی حمله‌های روسیه 2 نفر کشته و 12 کس زخمی شد. ارتم کوبزار شهرداری سوم گفته است که در داخل شهر چندین ترکش صدا داد و در جای این حادثه ها حالا خادمان پلیس، طبیبان و نجات بخشان کار میکنند. کوبزار از ساکنان خواست که در پناهگاه ها بمانند چون نیروهای هوایی همان و هواپیماهای بی سرنشین را در فضای شهر مشاهده میکنند. در همین حال نگرانی ها از نخستین بار استفاده شدن موشک بالدار میانه پرواز از سوی روسیه بالا می رود. کیف میگوید در حمله به خاک اوکراین روسیه بار اول از موشک بالستیکی دورپرواز و یا بین قاروی استفاده کرده است. تفصیلات از شهلا گلخوجا. президенти Русия Владимир Путин иброз дошт ки артиши ин кишвар ба воситаи мушаки болдори миёнапарвоз як коргоҳи низомии Украинаро ҳадаф қарор додааст. Дар ҳамин ҳол Украина исрор меварзад ки дар ҳамла ба хоки Украина Русия аз мушаки баллистикии дурпарвоз ва ё байниқоравӣ истифода бурдааст. Шоми 21 ноябр дар як паёми телевизионӣ Путин гуфт, истифода аз силоҳи нав ҷавоб ба Амрико ва Британия аст ки ба Украина иҷозат доданд қаламрави Русияро бо мушак دورپرواز هدف قرار دهد. در شرایط جنگی از جمله آزمایش یکی از نوترین سیستم‌های موشکی میانه پرواز برپا گشت. در عملیات مذکور از این سلاح در شکل موشکی بالستیکی فوق الصدا به استفاده کلاهک هسته‌ای کار گرفته شد. نظامیان ما آن را ارشنیک نامیدند. به قول نیروهای هوایی اوکراین صبح 21 نوامبر روسیه از پایگاه نظامی ولایت استرخان شهر دنیپر را با موشک‌های بالدار بین قاروی هدف گرفت. به نوشته پرزیدنت اوکراین ولودیمیر زلنسکی تمام نشاندادها از جمله سرعت و بلندی از آن گواهی می‌دهند که این موشک بالستیکی بین قاروی است. در این بین سخنگوی وزارت مدافع آمریکا سابرینا سینگ تصدیق کرد که روسیه با موشک آزمایشی میانه پرواز به اوکراین حمله کرده است. این موشک میانه پرواز بالستیکی با استفاده از پایگاه موشک‌های بالدار بین قاروی روسی RS-26 رو بهش پرتاب شد. در مسئله آگاهی پیشکی باید گفت که در رفع پرتاب موشک روسیه توسط کانال‌های رابطه کاهش تهدیدهای هسته‌ای به آمریکا درباره این تصمیمش خبر داده بود. یک منصبدار آمریکایی که نخواست نامش آشکار شود بر رسانه‌های خبری گفت در حالی که روسیه همگی چند دانه از این موشک‌های آزمایشی در اختیار دارد، پوتین می‌خواهد در دل اوکراینی‌ها خوف و ترس را انگیزش دهد. و یک خبر برای راننده‌های ماشین‌های بارکش در تاجیکستان. اجازت نامه برای بارکشانی یا دزوال میان تاجیکستان و ازبکستان دیگر پر از بین رفت. این حجت و بخصوص نرخ آن در ماه‌های اخیر بحث و نگرانی‌های زیاد را به میان آورده بود. ترتیب نو چگونه است؟ این را از مولا رجب یوسفی در شهر دوشنبه میشنویم. نمایندگان وزارت نقلیات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند از روز 21 نوامبر ماشین‌های بارکش تاجیکستان و ازبکستان می‌توانند بدون اجازتنامه از حدود کشورهای همدیگر عبور کنند. با گفته همصحبت ما در وزارت نقلیات این کار پس از انجام رسمیات داخلی دولتی از سوی دو کشور انجام شد.
جانب ازبکستان درباره بیکار شدن رخصتنامه با تاجیکستان هنوز رسما خبر نداده است، اما پارلمان این کشور هنوز ماه سپتامبر امسال سازشنامه درباره بیکار شدن رخصتنامه با تاجیکستان را تصویب کرده بود. سند مذکور ماه اپریل امسال در دوشنبه امضا شده است. به نوشته سامانه وزارت نقلیات تاجیکستان، بر اساس این سند عبور ترانزیتی واسطه‌های نقلیات بارکش توسط قلمرو هر دو دولت به رخصتنامه عملی کرده خواهد شد. گرفتن رخصتنامه برای کشاندن بار از تاجیکستان به خارجه با واسطه خاک ازبکستان 6 سال باز هست، اما ارزش آن در ماه‌های اخیر بحث برانگیخت و این بخش را ناشفاف جلوه داد. با عملی شدن سند نو مقامات گفتند دیگر چنین اجازتنامه طلب کرده نمی شود. ماه ینور امسال ده ها راننده ماشین باربر در گذرگاه فاتح آباد آیبک جمع شده از مشکل دریافت رخصتنامه شکایت کرده بودند. رانندگان آن زمان می گفتند هرچند راه به ازبکستان باز است، مشکل گرفتن رخصتنامه مانع سفر شده است. وزیر نقلیات تاجیکستان گفته بود که سند را از ازبکستان میگیرند، نه اینکه خودشان نشر و پهن میکنند. ازبکستان در طول 6 سال اخیر به یکی از مسیرهای اساسی بارکشانی برای تاجیکستان تبدیل شده است. میان دو کشور 13 گذرگاه است. مولا رجب یوسفی امیر اسایف، آزادی، دوشنبه. امروز در بینای بازداشتگاه شهر دوشنبه روز چهارم مرافعه دادگاهی سیاستمداران و خادمان سابق دولت از روی پرونده تلاش تبدلات جریان گرفت. خبرنگاران رادیوی آزادی میگویند امروز در مرافعه دادگاهی چند چهره شناخته دولتی تاجیکستان هم پرسیده شدند و این بیانات آنها ظاهراً به پرونده همراخان ظریفی ربط داشته است. جزئیات دیگر این مرافعه را از همکاران ارشاد سلیمانی و برات یوسفی میشنویم. امروز 22 نوامبر در روز چهارم دادگاه چهره‌های معروف سیاسی و خادمان پیشین دولتی برخی از شاهدان بیانات دادند. خبرنگار رادیو آزادی در اطراف بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه مشاهده کرد که برخی از منصبداران پیشین تاجیکستان از جمله رشید عالیموف وزیر پیشین کارهای خارجی و سفیر سابق تاجیکستان در چین و نورعلی سعیدوف کاتب پیشین شورای جمعیتی تاجیکستان پس از انجام جلسه دادگاهی از مکان مرافعه بیرون آمدند، اما این افراد از دادن همه گونه جزئیات به خبرنگاران خودداری کردند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، شاهدان امروز اساساً در دایره پرونده های همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی پرسیده شدند، اما جزئیات این پرسش معلوم نیست. همچنین امروز عیبنامه شاکرجان حکیموف حقوقشناس ورزیده و معاون یکم رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز شنیده شده است. مرافعه چهره‌های شناخته که با گمان تبادلات دولتی و غصب قدرت متهم و بازداشت شده‌اند چون روزهای پیشتر پشت درهای بسته صورت گرفت. با مرافعه تنها وکیلان دفاع این افراد راه داده شدند و خلاص. نزدیکان بازداشت شده ها و نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه با مرافعه راه داده نشدند. در مرافعه‌های پیشینه عیبنامه افراد دیگری گمانبر همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست اطلاعات این وزارت، نورامین غنیزاده و جمشید بایف سرهنگ‌های نهادهای امنیتی تاجیکستان، اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون اکنون برکنار شده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان شنیده شده است. در شهر خوجند گروه از هنرمندان برای نجات یک طفل نیازمند معالجه برنامه هنری خیریه برگزار کردند. مهران خسروزاده 3 ساله به درد گرفتار شده است که در تاجیکستان به گفته پیوندانش نادر است و برای طبابت او 2 میلیون دلار ضرور می باشد. سازمان دهندگان معرکه نکوکاری که هفته گذشته برپا شد میگویند هرچند جمع‌آوری این مبلغ دشوار است، میخواهند حد اکثر برای کمک در طبابت کودک خردسال سهم خود را گذارند. فرزان محمدی از این اقدام گزارش میدهد.
ҳунармандони RA Group و دستاندرکاران این برنامه کنسرتی نه به خاطر گرفتن درآمد بلکه برای طبابت یک طفل بیمار مخلصان خویش را جمع آوردند. این برنامه کنسرتی با هم می توانیم عنوان گرفت و تشبسکاران آن خواستند داوطلبانه برای جمع‌آوری مبلغ دارویی که از جهت گرانی به کتاب رکورد گینس وارد شده است سهم گذارند. من باوری دارم که این برنامه کنسرتی ما این سهمی گرفتیم خیلی مردم زیاد با خبر شدن و کمی هم باشه باز دستگیری می شود. من با تو آخر میگم که باوری کامل دارم که با دستگیری مردم عزیزی ما، مردم شریف ما، خواهر عزیز ما حتما توبه می‌یابد. تالار قصری جوانان شهر خوجند پر از هواداران چنین برنامه کنسرتی بود. آنها هم گفتند می‌خواهند با حضور خویش خاطری پیوندان مهرانخان خسروزاده از درد رنج کشیده را شاد گردانند. اصلا ما خودش به خورسندی مردم، خورسندی خلق عزیز ما خدمت میکنیم. خیلی این حادثه به همه شده نشه ممکن، به همه عائله شده نشه ممکن. مقصدی آمدنی ما این دختره که زیبا یک خواهری عزیز ما تستر صحت شود، کمتر باشتم سهمی خودمان را گذاریم. دخترای ما هم انسامبلی ما هم آمدن اشتراک کنند. خداوندی مهربان الهی شفا دهد. تستر ساز شود و نزدیک ما با رقص کردن بیاید. همین حرکت، همین آمده تشکیل کردن چنین چاره‌بینی ها، مردم جلب ساختن، این یک ثابت می‌سازد که هنرمندان نیز بی‌طرف نیستند. از این خاطر کلمه رحم هست، شفقت است، کلمه یک دیگر فهمی و دستی مدد دراز کنی. همین کلمه ها باید که در زندگی همه روزی ما یک شعاری باشد و باید که از روی همین عمل کنیم. پیوندان مهرانخان 3 ساله میگویند بیماری او مادرزاده است ولی امکان طبابتش نیز هست. طبیبان تشخیص آن را نارسایی سفیده در جسم و فلج موشک‌های ستون مهره گفتند. معالجه این نوع بیماری در تاجیکستان امکان پذیر نیست و به قول مادر طفل با دریافت مبلغ می توانند برای طبابت به روسیه روند. یگانه طبابت مهرانخان این گرفتنی уколи аз ҳама дар дунё гаронтарин мебошад ки барои як гирифтани сӯзандору мо $2 миллион амрикоӣ меистад ки номи ин сӯзандору золгенсм мебошад. Золгенсм ки ихтироъ кардаи золгенсмро асосан аз Швейтсария чӣ мекунад. Масалан агар вақте ки маблағ ҷамъ шуд мо метавонем дар Русия табобаташро чӣ кунем, ҳамаи сӯзандорашро гирем. به نوشته پایگاه‌های خبری گرفتاران این نوع بیماری در جهان انگشت شمارند و به همین سبب طبابت آن نیز دشوار و گران است. در تاجیکستان درباره چنین بیماران اطلاعی زیاد نیست و پیشتر تنها بیماری همسان یک طفل دیگر رسانه‌ای شده بود. پیوندان آن طفل با یاری هزاران نفر توانستند چنین مبلغ را جمع آورند و کودک را طبابت کنند. آرزویی که حالا عائله مهرانخان هم دارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. در شهر ژنو شام 21 نوامبر مراسم تقدیم جایزه به نام مارتین اینلز برای حامیان حقوق بشر برگزار شد که این نوبت منوچهر خالق‌نظرов از تاجیکستان و ژولا پورسی از افغانستان برنده آن شدند. منوچهر خالق‌نظرов برای تلاشش در حمایت حقوق اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 16 سال زندان محکوم شد. از نام او این مکافات را در ژنو جرالد استیبروک رهبر سازمان جهانی ضد شکنجه گرفت. استیبروک گفت خالق‌نظرов از نسل نو حامیان حقوق در تاجیکستان است که هیچ ربطی به نظام حکومت ندارد و رسالت خود را با صداقت و اعتماد قوی اجرا می‌کرد. تفصیلات را از سامانه ما بخوانید. azadi.org. و بینندگان ارجمند، برنامه در همین جا به انجام میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های از این بیشتر را همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. با رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه های تاجیکستان را فراموش نکنید. خدا نگهبان شما.